پیغمبر علیه السلام میفرما ما گذاشتم در بینتان دو چیزه لن تضلوا ما تمسکتم بهما، هرگز گمراه نمیشه تا مادامی که تمسک و چنگ به این دو زده باشه، کتاب الله و سنتی. یکی کتاب الله و دیگه طریقه و روش ما. احکام کتاب الله بیان میکنه، عقاید کتاب الله بیان میکنه، تطبیق عملیش محمد رسول الله بر ما نشان میده. پیغمبر میگه، این حدیث پیغمبر است. در یک حدیث دیگه ترکتم فیکم شیئین آمده، در او روایت ای اضافگی آمده در آخرش ولی یتفرقا. این دو قرآن و حدیث با هم جدا نمیشه حتی یردا علی الحوزه، تا ای که در سر حوز پیش ما بیایم این حدیث و قرآن با هم جدا نمیشه. اگر کسی تنها قرآن قبول کنه حدیث قبول نکنه او هم زندیق است، او هم راه حق پیدا کرده نمیتونه. اگر کسی تنها حدیث قبول کنه قرآن قبول نکنه او هم زندیق است. این دو با هم متلازمین است، یکی شرح دیگه است. از امو خاطر فهم قرآن توسط فهم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه. از اینکه در فتوای صریح دیگه کجاست؟ تمسک چی را میگه؟ چنگ زدن، چنگ بزنیم. قرآن هم ما را میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که به کتاب الله چنگ میزنه، ما را دعوت داد الله تبارک و تعالی به اعتصام به کتاب الله. و اینجا پیغمبر علیه السلام دو چیز برای ما میگه، چنگ بزنه. چه رقم چنگ بزنه؟ کتابی که نوشته شده این را در بغل بگیریم، امیر چنگ زدن میگه. ما خو امی قدرم نکردیم، اگر چی چنگ زدن هم نیست. نه قرآن در بغل گرفتیم و نه حدیث پیغمبره. در بغل ما افتیکل گرفتیم، در بغل دلائل الخیرات گرفتیم، در بغل درخانه شیرینی را گرفتیم، در بغل نجمای شیرازی را گرفتیم، در بغل حافظ شیرازی را گرفتیم، در بغل حزب البحر و قصیده برده و یاسین مغربی را گرفتیم. برای خانه های مسلمان ها از این کتاب ها پر است. سیرت رسول الله در خانه مسلمان ها موجود نیست، تفسیر موجود نیست، فتاوای دین موجود نیست، حدیث موجود نیست. ادناترین کتاب حدیث که در مورد احکام معلومات پیدا بکنیم ما در خانه نداریم. ما اونمو مسلمان هستیم که اعتصام به کتاب الله و سنت رسول الله زدیم. ما همی طورم نکردیم که همی کتاب قط ما باشه. مطالعه از او، تعلیمی از او، عمل به از او را خو بگذار. او خو خیلی در مسافه دور و بعید قرار داره که ما برش رسیدگی نتانستیم. امروز اگر یک تعداد برادرانی که الله در عمرشان برکت پرته مردم به این طرف دعوت میده، ای دشمنای اسلام، ای مردمایی که سالا مردم گول زدن، مال و ملکتشان خوردن و بر از قرآن حدیث پیغمبر حرف نگفتند، امروز همچو مردم را تاپه میزنه، همچو مردم را اتهام میکنن، گپایی را برش منصوب میکنه که هیچ حقیقت نداره. چرا؟ الله خو بر ما عقل داده، باید بدانیم، تمسک بکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. پیغمبر علیه السلام بر ما گفته، چرا تمسک نمی کنیم؟ چرا چنگ نمیزنیم به کتاب الله و به سنت رسول الله؟ ما آگاهی نداریم، ما معلومات نداریم، حتی از این معلومات نداریم که ما دین خود از کجا بشناسیم. بار بار ای به حضور ما تکرار کردم، باز تکرار میکنم، ای مردم مسلمان، ملای تو با کم بگیره، یک روز برش بگو که کتاب حدیث داری یا نه. در مورد صف بندی که در نماز پیغمبر صف چه قسم جور کرده، اما حدیث موجود است در کتاب یا نه؟ پیغمبر در این مورد هدایت داده یا نه؟ برش بگو پایین کنه. ما بار بار گفتیم شما باور به الله بکنه، اگر حدیث پیغمبر در پیش مردم خوانده شد، آن چیزی که در مورد نماز است، بعد از وزن نماز خودت برات معلوم میشه که تعالی را نماز به طریقه پیغمبر میخوندی یا خلاف طریقه پیغمبر میخوندی. بعد از برات واضح میشه. بعد از باز ارمان بکو که یا لیتنی نتبعت مع الرسول سبیلا، ای الله کاش که امرای پیغمبر را انتخاب میکردم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانی را دوستی خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، او مرا خطا داد، گمراه کرد از قرآن، او مرا خطا کرد.
بعد از جاءنی، پس از اینکه او ذکر برام آمده بود، قرآن آمده بود، مرا نمیگذاشت که ترجمه قرآن بکنم، مرا میگفت در اونجا در ترجمه قرآن نرو که گمراه میشی. قرآن کتاب گمراهی نعوذ بالله و نموت میکرد برای ما. عقل تو کجا بود؟ يا محمد